اگه بهتون بگم که این سکانس از ارباب حلقه ها چه چیز مشترکی با لحظه‌ای که پرنس پیش رو توسط ماریا نجات میدیم داره، چی به ذهنتون میرسه؟ توی سالهای اولیه ویدیو گیم، یعنی بین سالهای 70 و 80 میلادی، محیط بازی‌ها محدود به یه صفحه نمایش بود و پلیر نمیتونست با حرکت به اطراف محیط‌های بیشتری رو ببینه، چون اصلاً محیط بیشتری وجود نداشت. وقتی کونامی توی سال 1981 بازی اسکرامبل رو منتشر کرد، اولین باری بود که پلیرها اسکرول شدن دوربین توی دنیای بازی رو تجربه می‌کردن. گفتم اسکرول شدن چون توی اون سالا اولین بازیایی که همچین اسکرولینگی رو داشتن به صورت اتوماتیک بود و کنترلش به دست پلیر نبود. بازیایی مثل مون پترول و پکلند که الهام گرفته از پکمن معروف بود هم تو ادامه تجربه‌های نصف و نیمه این شکلی رو به مخاطباشون میدادن. ولی انگار با سوپر ماریو بود که سبک ساید اسکرولر اونم از نوع پلتفرمینگ به بلوغ رسید و یکی از سبک‌های ویدیو گیمی شد که هنوز هم زنده است. بازی‌های سلست، اینساید، لیمبو نمونه‌های خوب و جدیدی هستند که المان‌های اصلیشون پریدن از موانع و سکوهاست و حرکت‌های اصلی دوربین بازی اغلب به چپ و راست هستش. اما سوال اصلی اینجاست، چرا همیشه کاراکتر اصلی این بازی‌ها سمت چپ تصویر بازی رو شروع می‌کنن و برای رسیدن به هدفشون باید به راست پیشروی کنن؟ این سوال از اون سوالاست که جواب قطعی و مشخصی نداره، ولی میشه راجبش بیشتر صحبت کرد. تو تاریخ ویدیو گیم مثالای زیادی وجود داره که محدودیت‌های سخت افزاری علت اصلی یه تغییر یا طراحی توی بازی باشن. مثلا مه معروف بازی سایلنت هیل 2 همون اول بیشتر به خاطر این بود که کنسولای پلی استیشن نمیتونستن فاصله دید زیادی رو با جزئیات بالا رندر کنن. ولی توی ادامه یه جورایی امضای این بازی شد که به فضاسازیش کمک کرد. یا بازی استریت آف ریج یا همون شورش در شهر خودمون روی کنسول مگا درایو به خاطر محدودیت پردازش و حافظه کنسول هیچ وقت بیشتر از 3 دشمن متفاوت رو توی زمین بازی نمیدیدیم. ولی ظاهراً محدودیت فنی خاصی باعث چپ به راست بودن بازی‌های ساید اسکرولینگ نشده. حداقل من هرچی گشتم چیزی پیدا نکردم. جز اینکه تو معماری‌های اولیه کنسول‌های آرکید پردازش تصویر از چپ به راست بهینه‌تر بوده. پس چرا تقریباً همه این بازی‌ها چپ به راست بودن و هستن؟ گفتم تقریباً چون عنوانای محبوبی مثل کنگ فو مستر وجود داشتن و طراحیشون راست به چپ بوده. برای تحقیق بیشتر من یه سر به سینما و روانشناسی هم زدم و موضوع جالب‌تر شد. تو بیشتر فرهنگ‌های دنیا، مخصوصاً فرهنگ‌های غربی، جهت نوشتار از چپ به راست حرکت می‌کنه. کتاب‌ها، جملات و اعداد همگی به این شکل هستن. دانشمندای حوزه‌هایی مثل روانشناسی شناختی و علوم اعصاب شناختی نظریه‌ای دارن که چطور عادت‌های فرهنگی مثل جهت خوندن و نوشتن روی ادراک بصری و اسکن چشمی تأثیر میذاره. آزمایش‌ها نشون دادن که افراد راست‌دست جهت راست رو ناخودآگاه با احساسات مثبت ارتباط میدن. از اونجایی که 90% مردم دنیا راست‌دست هستن، زنجیره‌وار این موضوع روی خیلی از رفتارها و ترجیحات ما اثر میذاره. اگه خواستین راجع به این موضوع بیشتر بدونین، میتونین عبارت اسپشیال ویلنس رو سرچ کنین. نشونه‌های این موضوع رو حتی توی اصطلاحات زبانی هم میشه دید. مثلا تو زبان انگلیسی میگیم You're absolutely right و وقتی از کلمه right استفاده میکنیم معنی درست و صحیح بودن میده و نه جهت. یا توی زبان فارسی مثالای زیادی از این موضوع وجود داره، مثل این شعر مولوی: هر که او راست بود راست رود تا به بهشت، وان که کج باشد و ناراست به دوزخ گردد. که اینجا منظور از انسان راست خود جناب ماریا هم میتونه باشه. اگه سگانه ارباب حلقه ها رو دیده باشین، تو طول سفر از شایر به کوه دوم حرکت از چپ به راست حفظ میشه. یا همین موضوع توی نماهای بزرگ تو طول سفر رعایت شده. انگار اینطوری یه اشاره ظریف بصری برای نشون دادن حرکت به سمت هدف مشخص و پیشروی گنجونده شده. همینطور تو فیلم Strangers on Train اثر آلفرد هیچکاک، سکانس اولیه فیلم با نشون دادن پاهای شخصیت‌های قهرمان و ضد قهرمان توی ایستگاه قطار شروع میشه که انگار به سمت هم حرکت میکنن. اگه فرضیه ما درست باشه، حرکت چپ به راست مثبت و نشون دهنده اینه که شخصیت قهرمان فیلم کیه و بالعکس.
انگار اینطوری تو ناخودآگاه ما یه زمینه سازی کوچیکی از شخصیت‌ها اتفاق میفته. حتی تو سال 2012 تو دانشگاه کلیولند آزمایشی شده که سعی کرده این موضوع رو بررسی کنه. توی این آزمایش 2 نسخه یک فیلم رو به 2 گروه نشون دادن که به اصطلاح میرر شده. تو نسخه ای از فیلم که کاراکتر به سمت راست حرکت میکرده، تماشاچی‌ها احساسات مثبت رو بیشتر گزارش کردن و تو نسخه دیگه بیشتر گزارش‌ها احساس ترس و ناراحتی بوده. ولی نه این آزمایش لزوماً چیزی رو ثابت میکنه و نه لزوماً همچین قاعده‌ای توی سینما وجود داره. ولی چیزی که مشخصه اینه که یه ترجیح یا قانون نانوشته‌ای توی این بازی‌ها هست که کاراکتر باید ماجراجوییش رو به سمت راست پیش ببره و مثالایی وجود داره که بازیسازا با داشتن همچین حسی این عادت رو شکستن تا تجربه‌های یونیک‌تری بسازن. مثلا تو بازی لیمبو وقتی خلاف جهت یعنی راست به چپ حرکت کنین، تروفی رانگوی رو میگیرین. یا بازی اینساید تو بعضی مراحل برای بالا بردن حس تنش و اضطراب شما رو مجبور میکنه که به چپ حرکت کنین و این حرکت به چپ میتونه یه ابزاری برای روایت تبدیل بشه و سمتی که حرکت میکنین در مورد احساسات صحبت کنه. نظر شما چیه؟ همچین مثالایی تو ویدیو گیم یا سینما دیدین؟ اگه ویدیو رو دوست داشتین لایک و سابسکرایب کنین و به اشتراک بذارین. همینطور اگه نظر مثبت و منفی داشتین خیلی ممنون میشم که برام کامنت کنین.